خوردگه کنی که 100 کلبی ظرفه. خب آنه به یاد مدرستی پور لو درم نداره. کجا؟ باغ ماما نوروز هرستکی گردن و بند باشه اگه در برین سه که در 10 تا تیلر جا میشه. اگه هدف ماما نیروز سر افتاد شد بیا ما. خب بیامد کجا میایی به چاشت لغلق دهنه با روزه خوه. گلدنه به من اگه مال بگیره پستمون میکنه. بابا جان او خوه حالا دنیا آگانیه که علف من چندیه. بله ها؟ بله. خیلی تن بیا بری. نه آنه دستمال تو. خود دستمال نال اینجا با شراکت ما و شما شاید مثلا از ما و تو کجید. به کیسا خواه حساب میکنی. کبرار من نه سکو کجید حساب کوکو پیر. خب فهمیدی؟ خب انال رقی فهمی هم ای پتو از منه. تو دست خیلی بیامدی دست خر بینمکی. انال بیامدی انال اگه تو هم مثلا جمع کنی بندازونی به داخل عزیز و قوت تو میشه میکشه کنم. ما بالا میشون 100 درخت قرار کرده به پاک بکنم. خب پاک میکنی. خب پاک بکنی تو ما یکیم. خود اگه من روز بالا میشون. تو اگه به سر شاخه بالا چی به میواد ما تو شاخه میشکنه میفتی پی. خب مشکنل من نمیگم مشتا تو کم الو بادم و احکوک میگیره. بیا دو یک. دوی تو یکی نه. ها هر چی شو سکت میکنی دو کت از ما یک نه نه من به کیسه آخو میکنم. خب پس تو به خود جدا بکی. خوبه. اوکیه؟ بله. برو. باغ ماما نوروز. بله بله. مونده شد کیسه ما پر شده.
کجی بیا که درخت پر از آلو و بادامه. بیا که زود پر از آلو و بادامه. بده آلو خیلی داره. بده این گلک نیه. رنگا که شما به خاک شه. آها جور مریا شما چی شرم نداری؟ کجی بیا تو صبر کو. تو صبر کو یک دفعه یاد نگاه. تو صبر درخت ما هم خاص کن دست شما. ماما جو بیا بشه. ماما مکیو بیا بشه. بشه. ماما بابا نورو بیا پاشو تو گیلاک آورده بیا من نمیخورم بابا بیا چوبا این گاهی وقتی همی علفا که لغت میشه تو گیلاک میای دیگه تایی باخشه نه بابا من نخواهدم من اصلا باخشم من بلد نمیو گیلاک بیا بریم آلو بکنیم اینا دیگه چیه؟ اینو من ندیدم اینا گردن من برنج بنیم و گیلاکه دیگه کنی بکنی نه بده که با عمر پیاز بده دیگه برو تو سعی کو که یک گلم الو زردلو بکنم اینا چیز ندارم شرم ندارم به چوکتی مگر از دیگه من سال بام 12 گم تای باخچه واشم دیگه کم یک ساعت هم نرم نماز خونه به ماچی باشم یک دقیقه برم بندم در سرانو من پیش بیام مادر دیورو که خان خود چهار چوکه کن پیش از اینو که بچه‌ها خود تربیت دم کموز از شرم حیا ندارم اینو سعی کنی با سلام علیکم. مامان روزیشتنه. یارم خیلی سلامت. میگم مامو. بله. یعنی کار خوبیه. همسایه‌زاری کار خوبیه. چرا ماما چه کار شده؟ من برو طبخچه خوب بودم. امی برو تو کجی. خودی گیله. اینا بیوندم طبخچه. یک عالم اخکو که بکنن کار خوبی کردم. برار مکجی؟ ها. امه. یک اخکو کاری که کندم. اینا اول وقت خوردن از ایناه. یعنی شما به چشما سر خوب بدیدین؟ برو تا درخت تک کردم. بس درخت بود. خود چرا ماما جا اونجا هر دو تا نارمی تا سه لط نکردیم. همین تا ازم سر خوب بالا میکردیم همین برار من میزدیم به زمین که یک دانک میزد. با جواب تور چی میدادن کاکا که وای برام خودت 4 تا اخکوک بزدیم. جوابی نداشت که ماما وقتی که ملامت بود آخی شما خوب باغچه شما در دیوال داره چرا این خود نمیتونه اشته آمده در نداره کاکا جو ماما نگروسته کنی به یک حساب شما ملامتی چی ملامت هم باغچه که در و دیوال نداشت باید تقاضا از ایرم بکنه که کسی بیای دوزی کنه از این ها هر شی بم سر رو باشه متکه بیا برداره ببرک خود در دیوال که نداشته باشه میتونه ماما باز یک چیز دیگه ما به شما بگم برار مکجیر گردن ما بند باشه به تا سرا بیری میشه از گربه میترسه او جرأت نمیکنه که بیای به تا باغچه شما به اغلو و اخگوک بکنه همه فساد به زیر سر می بچه خاله ما گیلکه خاله ما چکار کنم لالا خود شما بعد میرفتیم این خانه پیار از اون میگرفتیم خاله حالا کن خیر مشکل نداره از طرف از اونا ما معذرت میخوام شما ما جو ببخشیم دیگه تکرار نمیشه یعنی بستم شاخور بشکنم اولیار بکنم تیریش کشم دیگه نمی چی نگو خب ماما جو یک درک اون در باغچه خب بشونین دلجم نه خب اگه داشته باشم درکم میشونم و ندارم ولی کجا بیارم من با امیده به مینا که سعی میکنم که دری پی باشه که دری بیارم برای بشونم
خود دیگه حالا که ماما خیره دیگه بچه هم دیگه همینا لایق خوردن هست که شما اینا میان در خود بلگاه و شاخوار هم تیرش میکنن. بچه دیگه شوق داره ماما دیگه چیکار کنم؟ دهن بروزم خدا فکر کنم من دیگه اصلا من نماز نرم با مسجد نرم به استاک خونه نرم دست از اینا. باشه ماما نوروز بیا برار من با من میفهمونم. یا نه اگه دیگه اونا رو به طبق چه دیدم اونا رو همین تا سر خاله میگم زمین نیست که یک دانه زنه. خوبه ماما جو خوبه من دیگه نمیگذارم برار خود این را ما شما بگو که سوار گله نکنی. من دیگه برار خود نمیگذارم به گیله کار ندارم من حالا میرم در سر برار گله کم میرم تو صبر بکن. اما در شهر مایا ندارم. خب ماما نوروز هم گناه خودتونه دیگه یک دره بندن این باغچه خب بوشون که کسی دوزی نکنه تو از سختی دره نمیشینی با تقاضا میکنی که مرتکه دوزی نکنه میگم یا پولای بده که برون دره هم بوشون با باغچه خوب. خوبه ماما خدا بداد بابا شما پول هم بدون در باغچه خود دره بشونه دیگه ببینون گیلک و کجیر و تابا همیتون ترجمه میذار که همیتون لغت میکنه که همیتون ازم دهنا نوشار گیره بود. ماما نوروزی تهنیه شما به خاطر دو تحقیق میزنم چکار میگم من تو اختار دادم خلاصه به تو بگم اینا چکار کن تو سعی کن اینا تو سعی کنه چند نمیشه این پول از اینا که ما بودم ماما نوروز پول از اینا چند نمیشه کارگر دارم ابرو مار بردیم به خاطر 4 تا شما ابرو ندارن کاکا یلا کن هر چه که شما بگم شما اصلا انگار کو هیچی خاطی که برو کشیدم با گپ مفتم میزه که داره باشم بعد پولای که دارم باشم بده کارت هم ماما نوروز گوشنی بودی الان ماما نوروز خور نیم بر میکنی زردلوار یک کمی بوری رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان ای باغچه از کینه در نداره ماما نوروز 6-7 تا خر نداره ای باغچه از کینه اخکوک داره گلک برفته کجیر به بالی درخ مونده الا ماما نوروز چری گم میکنی طبقای چینی پر اخکوک میکنی ماما نوروز چری کش میکنی طبقای چینی بادم میکنی ماما نوروز چری ایسای باغچه از کینه ماما نوروزه ما میفهمیم بیامادیم به دوزی ماما نوروز چی بشی ها رمضان گفتیم تا مونده شدیم به طباق ماما نوروز پیدا شده دیگه تو ماما جو بیاره بچسبه روزه نمیکنی ماما جو روزه داری اخکوک نمیکنی ها گیلا دیگه تور ببینم تا باغچه تور خفه میکنم بگم میفهم یا نه بخی دیگه برده میخی تو بخی نه موره بخی گیلا این مرد پرغاز گیری چیکار شد چه دسته از خوش شد به بله از این هفته کن نفس میکشه اینه دستای خوش شد گیلا به بله از این هفته کن خیر بخیر نبینی ماما نبینی یار شیر و مادر تو گیلک
شیر پیار تو گیلا یار شیر داری گیلا گردن هم بشی شیر داری چکار کن ای مرگم فاجعه تو سگرم میگیره یار چلاک میچسبه علفا ای رنگ تو به گرش ماما نوروز خوب شو کیسه آمده افطار که بشه بخیر خشی اینا رو میگیرم جوش میدم شکرم میرزم بخور رو مربا تیار میکنم اینا اگه بدید همه به گوشا میداریم که اگر دهنم من باشه کوکا خور همون زن پیار خور نمای زن خور نمای که باقا خور نمای همین باق خور نمای همین کوکا گنده گردن من باشه از او بپرس بگو مادر بچه ها خور میگه نه باخچه زردیلو خور مایم درستی تمام روز نگردن و من باشه نگم تو خجالت نمیکشی چره؟ مرگ چرا شمع نداری روزی مرم خراب میکنی به این ماه مبارک رمضان چیکار کردم؟ تو از همه جا اولا که یک کار تو چه کارا میکنی کار اشتباهی از همه جا این باغ داشتی باغا باغچار وقتی بفته با باغ مامان روز خور انداختی ها آخه بعد تو کلون شدی خب کلون شدم بس کلون شدم به خود کلون شدم من حیف همونونه که تو میخوری کجا خودم چی خوردم؟ گپ مفت نزن دیشب چی خوردم من؟ شرم حیا کسی خط کلون خو شرم حیا خود تو شرم حیا کو مامان روز بیان درس رو مغال انداخته ما درس رو بکنه ببره یعنی نیم کیلی حقوق برای تا کجین من از این دیگه وردش بمونم نیم کیلی حقوق تو نه دیگه به خدا اصلا خراب میشه اصلا مغز عقل کمال نداری تو آن به چند میفروشن میگی حقوق بده عقل کمال خود بده به من پرتگو نه دیگه پرتو که به خدا تو سه لنگ میتونم بگی خجالت بکش روزه به دهنتونه میری به طبق چه مردم خور میندازی نه دیگه من قوت ندارم نه دیگه اصلا خراب میشه لازمه خود تو چه کارا میکنی برار ما بعده چی آمده میگه بدم چیزه چرا در باغچه خود دیوالی نمیشونه دری نمیشونه مرد که گناه کرده که در باغچه خود در نمیشونه بیا آمدن مرد که بالا افتاده که در باغچه خود در نمیشونه بیا آمدن دیگه بخنی و قوی بیدم شیشته بیدم نه ببینم بیا قول بدم وای 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 گیلا این مرد پرغاز گیری چیکار شد خونی ده کجو کجور کردم همین که نمیگی خوب دیگه خوب کارش روزم بدن تو سرتیریه او چه یک گوجبی به کجا رفت باشو مربا تیار کنه این فکامه نیم کیلویی میشه شما باش اینا رو مربا تیار کنم بخور خونه برو سکو نانه چی میگه تو برو چی میگه برو سکو تو سکو سه علاق میکنه نانه تو بگیره برو یاره خونه تو مثل مرغی بری کج برو عقل کمال که تو نداری برو مکرم سال به 12 و یک نفری به درس ما به شکایت بیایه حاله تو برو درس بخون تا شوم سر درد کن مو سر تو بره ها نه عقل کمال نداری چی بکنم بعد الوا میجی بری درس بخونی و مکتب سوار روز مگر گلمشینگ میفروشی مرگ من مش میرم بفروشی سر بازار بخوام میخرم برو تو برو خوب تا باغچه مردم بندا برو سکو ناشته تو لات کنه که ما همین اخو کار من 20 به خیر کشی برو مادر من زوری به من میکشه ماما نوروز زوری نکشه 4 تا از این تلخکا بزن و کلما و مثل مرغی بری خور کچ کردم همین تا نمیجیز باور که شاید اگه برو ممال در سرای برو می 2 شرف خو کنون شاید تا اون خون بر بده